روزی آینده همین همه کار آنلاین میشود. هر یک آدمایی که даже آفلاین بیزنس دارن نازی و باید обязательно آنلاین کنن. ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мо дар офис қарор дорем бо яке аз шогирдонамон Наҷмиддин ки курси авитои моро гирифтага аст ва дар ин ҷо бошад Ардашир мағозаи бачаҳоро яъне анализ карда дидааст. Мо имрӯз бо яъне шогирдое ки потоки якуми авито ҳастанд бо онҳо вохӯрӣ доштем ва мехостам ки аз Наҷмиддин дар бораи результатҳояш пурсон шавам. яъне чӣ результатҳо кардӣ, авиторо чӣ хел пештавид мекардӣ, сол авито барои ту яъне чӣ хел платформа аст, чӣ фикрҳо доштем, сол оянда барои бачаҳо чӣ гуфтем, якам тарак дар бораи маълумот медодӣ. خب سلام علیکم. پیش از کورس گرفتن یعنی چی سیاه داشتی، چی فکر میکردی؟ خب سوالش من فهمیدم. پیش از کورس خریدن اول من فکر میکردم که اویتا یه جایی که فقط آدما تورای بهشون میفروشن، یعنی میگیرن توراشون یک مقدار استفاده میبرن بعد میگیرن میفروشن، یکی در کار نمیشه واشون. اول فکر من درباره همین بود. بعد که در روش کورس من فهمیدم که اویتا این نیتول که یک جایی که تورای بهو میفروشن، یک پلتفرمی که میشود تورهای نو هم فروشی و همچون یک توشک کسان یک توشک پروداژ استفاده برشه، یعنی همچون مارکت پلیس. بله همچون مارکت پلیس استفاده برشه. خب در روش کورس من فهمیدم که در اویتا به تور کار کردن نمیشه. اون خیلی پیش از این ما فقط میرفتم کارهای همون آفلاینی، مثلا میرفتیم کار 12 ساعت کار با خانه. بعد این ما کاری مقصد 12 ساعته موندم رفتم با یک مغازینی سانتехника برای همکاری. ما گفتم در اونجا که ما اویتولوگ به تورای شما من همچون نو داویت هم میفروشم شم. خب پیشنهاد من قبول کردم و من همین اویت دعوایو چه представляет کردم. من گفتم که اویت این یک جایی که این حال شما کار کردستین در میگید بنوی مغازین شما مقصد 100,000 نفر، همین 100,000 نفر میدونن درباره تور شما و میبینن شما خرید میکنن. بله وقتی که من این تور شما با اویتا میفروشم، مقصد بازی اهالی روسیه مثلا 20 میلیون باشد، اگر هم 20 میلیون 100 چند میلیون هم باشد، اگر هم 100 چند میلیون اونجا کلینت شما میشوند. وقتی که شما همین تور در کاره، همین تور شما اومده میگیرن یا که خبر میگیرن یا که پریپیس وارد میکنن و ما میتونیم در تمام شهرهای روسیه فروشیم. نیتول که در خودی اگه ریسک ندارین، باری تیار دارین. بله خواست که سال دیگه کس همکاری کنی без вложения. без вложения. فقط вложение وقت، همین اومده خوندن، درس تیار کردن، همین قدر چه. بهترین. دالچه؟ خب در ما رفتیم کار سر کردیم. ماهای اول خیلی قدر نغز نبود اول پروداژا. حاضر این حال الحمدلله خوبه نغزه. ما دانی время چند تا پروداژ داری؟ دانی время ایسا که تورای ما خروب که هستن، تورایی که کرامیکن میشکنن، ایسا دا آفلاین دا بسیارتر مثلا آفلاین مثلا آدمو خچونا سماوی وز آدمو خچونه بیان میبینن، پاشوپد میکنن، پاپرول میکنن، رازمیروشون میبینن، بعد میگیرن. اویتو که میبینن سماوی وز. اول وای مودا مینویسن میگن که مثلا здравствуйте, у вас есть вот такой товар? Мы говорим que здравствуйте, пожалуйста, отправьте фото или размеры, то, что вам нужно. Вай мینویسن مودا ما جواب میتیم، подбирать میکنیم، товар تیار میکنیم، упаковка میکنیم. بعضی حالاتو دا کلینت میبیو просто پولا میتیادو میخزه میرود. حسابی یا بار میبیند گرفته. بله همونجا تовар میبینه، پاپرو میبینه شو میگیره میرود. اویتو داستافتی هم میفروشیم؟ اویتو داستافتی هم میفروشیم. چند отзыв داریم؟ 19 تا отзыви 5 تاگه داریم با 2 تا دیگه обработка شده است. مثلا процесс результати خوب. در یک مدتی کوتاه. خب 18 تا پروداژ اویتا قطعی کرده میشه. این گدتا از 100,000 روبل زیادتر، 150,000. بعد اصلیش سماوی وزی حساب نمیشه. بهترین نفرهایی که مثلا می آینده کورسو گرفتنی اند یا که تام پلتفرم اویتا رو هم چه خیلی میفهمیم، مثلا رزولتاتش چه خیلی، یا که آینده بچه‌ها کورسو گرفتنی باشند یا که در دلش اگه شبهه باشه، تو چی گفتنی؟ خب چه فهمونم حاضی آینده همین همه کار آنلاین میشود. مثلا هم آدما 12 ساعت در کارن، بسیاری جادا 12 ساعت کار میکنه و یک کار میبره دیگه بفرای دیگه نمیخواد که خیز بازار روا یا که یگان جای دیگه روا. برای خاطر آنلاین همین پروداژ این 10 ساله آینده در به حد نغز میشود.
برای هر یک آدمایی که در آفلاین بیزنس دارن نازی و باید обязательно آنلاین کنن و بچه‌ای که نول میخوان که پول کنن برای امکانیت دسته و میتونن که کار یاد بگیرن و کار یاد بگیرن و فروشن без вложения тунисти که کار کنی правильно بله خب بهترین نجم‌الدین با تو موفقیت برای کار سلام باشید بهترین زنده باشی نه چقدر دید در یک مدت کوتاه بنیاد результат‌های خوب و حتی без вложения توانستی مثلا طریق اویتو پول کار کنه بهترین بله کانال ما است نجم‌الدین خلوف اگر کدام درک باشه بعضی اینفورماسیون پالیز نمیشود بچه‌ها درباره اویتا درباره استراتژی درباره یعنی روی کم کم نشون میدی یگان نفرا باشن که سوگروی همین نجم‌الدین نمیخوان نول ببینن چه پیش رفته است مرحمت داره دوستان یک خوشخبر رو باید براتون بگم که ما یک تلگرام کانال کرده درسای اویتو رو به پول نشون داده هستیم که در اونجا چخیل طریق اویتو سودا کنیم چخیل درست پوبلیکاسیا کنیم و نفرایی که میخواید که در اویتو دارید کار کنید حتما دوید اینچنین روزی 27 نوامبر باز یک وبینار کرده در این وبینار چخیل از 0 تا 100,000 روبل در اویتو پول کار کنیم چخیل اگر در اویتو بیزنس داشته باشیم سودامون رو 2-3 مرتبه پروداژش رو زیاد کنیم و اینچنین از یک شهر استفاده در یک چند شهرهای روسیه طریق اویتو بفروشیم حتما در تلگرام کانال ما دارید و شما هم مانند نجم‌الدین یعنی результат‌های خوب دیده طریق اویتو پول کار کنید